ساعت با وقت پراگده هست و چون هر وقت در همین ساعت من در روبروی شما قرار میگیرم. بینندگان عزیز رادیو زدتون که تو شروع برنامه خبری که ساعت 1 با وقت پراگه در بخش مستقیم تقدیمتون میگردد، من سرخط خبرهای روز رو برایتون برسونم و اگر شما بیننده دویمی برنامه خبری باشید پس میتونید که بعضی از این موضوعات در برنامه خبری به طور مفصل در شکل گزارش و اینکه خبر پیشنهاد شما خواهد شد. از این خاطر در بخش مستقیم ما شما رو در آزادی ویدیو بازم منتظر میشم. اما تا اون وقت حجاب یگان زن رو نکشیده. مسئولان کمیته زنان تاجیکستان گفتند برخی در جامعه کارهای فهماندهی این نهاد رو نادرست فهمیدند. مسئولین این نهاد در حضور خبرنگاران گفتند در یک سال گذشته 48 گروه کاری این کمیته یک جا با مقامات انتظامی ریت‌های فهماندهی سر و لباس رو گذراندند. به قول یکی از این مسئولین از چوربینی فهماندهی کمیته تنها پوشیدن رومال تاجیکی است هدفش که نه بیشتر از آن. رئیس کمیته زنان ایدیگل قاسم زاده گفت آنها با وزارت فرهنگ یک نمونه دستور عمل را تهیه کرده بودند و زنان برای نگاه داشتن فرهنگ تاجیکی باید همان لباسهای معین شدند را بپوشند. نمایندگان کمیته همچنین به سوال آنکه تا کجا منع ورود زنان سطرپوش به مؤسسه‌های دولتی قانونی می شود پاسخ گفتند. تفصیلات را در برنامه خبری پیشنهاد شما خواهیم کرد. کمیته زبان به دوستانی شکایت برده است. امروز در کمیته زبان نیز نشست خبری دایر شد و نمایندگان این کمیته هم درباره نتیجه سنجش‌هایشان معلومات دادند. از جمله طور معلوم شد در دوام یک سال سنجش کمیته زبان سطح‌ها مؤثر را در بر گرفته، مطبوعات دوره نیز در کنار نمانده است. گفته می شود بیشتر از همه روزنامه‌های خصوصی قاعده زبان را رعایت نمی‌کردند و مسئولین کمیته در این باره به دوستانی مراجعت نموده است. اگر میخواهید بدونید که کدام نشریه به این فهرست داخل شده است در برنامه خبری ما رو همراهی کنید. روز 15 فوریه از به اتمام رسیدن جنگ افغانستان رسو 30 سال پر می شود. تا کنون در تاجیکستان هزارها سابقه‌داران جنگ افغانستان با شمول زنان به سر میبرند. این جنگ جان صدها جوان تاجیک را گرفت و یا با پا و دست بریده باقی گذاشت. افغانستان برای جامعه تاجیک تحت سلطه شوروی نخستین روزانه به جهان بیرون شد. تا سال 1979 هم تاجیکان زیادی به افغانستان سفر خدمتی میکردند، اما آغاز جنگ شوروی با مجاهدین باعث گشت که تاجیکان بیشتری به این کشور سفر کنند. در برنامه امروز گزارش داریم از حیات و خاطره های سابقه داران این جنگ و پیوندان آنها. طور معلوم می شود حتی با گذشت 13 ساله تاثیر روانی از این جنگ از خاطرات زدوده نشده است. تجدید شرکت برق تاجیک به تأخیر افتاده است. قرار بود این شرکت تا آخر سال 2018 به دو شرکت علاوه تقسیم شود. فعلا یک گروه کاری در تاجیکستان تجدید شرکت برق تاجیک را عملی میکند. مسئولین شرکت میگویند این گروه کاری تا آخر سال گذشته تنها مسئله های اساسی را دیدند و تجدید شرکت در وقت مقرر شده عملی نگردید. قرار حکومت برای تجدید شرکت برق تاجیک ماه اپریل سال گذشته صادر شد. در این قرار رئیس جمهور به وزارت و اداره های کشور دستور داده بود که در طول 3 ماه آینده در زمینه برق تاجیک جمعیت سهامی شبکه‌های انتقال دهنده برق و شبکه‌های تقسیم کننده برق را تأسیس بدهند. با اجرا شدن این قرار خود شرکت برق تاجیک به استحصال نیروی برق مشغول گشته. دو شرکت دیگر مسئول نگاهبینی خطهای برق و سیمچوب و فروش و جمع‌آوری پول برق را بر دوش خواهند داشت. در پی راهبندان ترکمنستان بیش از 100 واگن مال و کالاهای تاجیکستان در ایستگاه‌های راه آهن این کشور و هم ازبکستان بند مانده است. از 108 واگن درمانده 29 تاش در داخل خود کوکس دارند که باید به تاجیکستان رسند. این تنها شماره واگن هایی است که تا سنه 8 فوریه بنابر راهبندان ترکمنستان درماندند و شماره آنها هر روز بیشتر می شود. وزارت امور خارجه تاجیکستان و ترکمنستان را میگوید سازشنامه شریکی استراتژی امضا کردند و نباید برای یکدیگر مانع ایجاد کنند. البته اشاره های دوشنبه رسمی در مورد ایجاد نکردن
кардани монеа нисбат ба якдигар, то ҳанӯз акси садоеро аз Ашқобод ба бор наовардааст. Тафсилотро мо ба ҳамин гуна ба дастаи сояи дигар дар барномаи хабарӣ пешниҳоди шумо бинандагони азиз хоҳем кард ва бо сипос ба ҳар яки шумо ки то ин лаҳзаҳо дар хидмати радиои озодӣ ё ки ба радиои озодӣ аксунавор ва ё хабарҳои худатонро мефиристед ва мо кӯшиш мекунем дар ҷарони рӯз наворҳое ки ба дасти мо то ин лаҳза расидааст ба бинандагон намоиш бидем ва умедворам ки ҳамин гуна ҳамкории мо бо шумо идома хоҳад кард. фаромӯш накунед ба дасти сояи дигар дар пахши мустақим бо шумо дигарбора мулоқот дорем ва мавзӯъҳои муҳим пешниҳоди шумо хоҳанд шуд.